یک شعر میگم درباره نمازها، بعد ان شاء الله سخن به آخر میرسم. هر یک نماز به خودش یک فضیلت خاص داره. نماز بامداد، نماز پیشین، نماز عصر، نماز شام، نماز خفتن، همین نمازها را خوندید چی برکت مییابی. همین شعر خوب گوش کنید. میگه بود بر تو نماز بامدادان، شود بر تو آسان کندن جان. نماز بامداد خوندید جان مثل کبوتر میبروید. قبول افت تو را جمله عبادت، نماز ظهرت باشد ای با سعادت. نماز ظهر، نماز پیشین و نماز پیشین خوندی تمام عبادت قبول میشه. صدقات خیرت، نماز، ذکرت، هر کاری خیرت قبول میشه. زپا گشتن بحر گناهان، نماز عصرت باشد ای مسلمان. نماز عصر خوندی گناهات همه خدای تعالی چی میگن؟ همش پاک میگن. گذشتن پول صراط بر تو آسان، نماز شام باشد از بحر آن. نماز شام خوندید پول صراط هم میدونی مثل یک شمشیر لیزبای چقدر تیزه. در یک حدیث میگه که در زیر همه پول صراط یک اژدها را دندانش قطعی 100 سال میشه و راه بره. در بالای همون راه میرید بغلطی در دونی دهن همون اژدها میگه. نه که نماز شام خوندی مثل برق رد میشه. خستی طهارت کردی نماز شام رفتی اومدی چقدر برکت چی میذاره. زی تاریکی گور در امان است، نماز خفتن از بحر آن است. نماز خفتن تاریک در تای تلویزیون نشتی و سیر کردی و اون باش نکردی، خستی طهارت کردی نماز خفتن رفتی، وقتی مردی گورت روشن میشه، گورت هم خیلی نورانی میشه. میگن چرا این گور نورانیه؟ میگه چرا که نماز خفتنش چی ترک نبود، فقط در مسجد بود. اشهد صلات علی المنافق صلات الفجر و صلات العشاء. سخت‌ترین نماز برای منافق دو نمازه، یکی نماز بامداد، یکی نماز خفتن. خواب میره و نماز بامداده یا که نماز خفتن دیگه سیر میکنه نمیره.